سلام دوستان، من تو این ویدیو قصد دارم به شما یک سری از قطعات براو رو معرفی کنم. این قطعه رو بهش میگن کلاج جلو موتورگازی براو که به سر میلنگ وصل میشه. اینو میگن کلاج عقب براو. یه مدل براو هم هست تک کلاجن. کلا این عین همین شکلیه ولی سر میلنگ وصله. یه فولی معمولی به همین اندازه عقب است. اینجا ما یک اهرم داریم، اینو که بکشیم میاد موتور میشه، یعنی براو ما میره رو حالت موتور. ولی اگه اینو بدیم داخل میره رو حالت دوچرخه. الان رو حالت دوچرخه هستش و برای تزریق روغن به این روغن گیربکس و تعویض اون باید به این پیچه دقت کنیم. این پیچ دو سویی هستش، بازش میکنیم روغن این قسمت میریزیم. حتما اینو بدونید، موتور رو باید کج کنید بعد روغن رو بریزید وگرنه میریزه بیرون از گیربکس. تو ویدیو بعدی قصد دارم بیشتر توضیح بدم درباره قطعات براو و یک قطعه کاربردی که تو زمستون خیلی مهم هستش این ساساته. این ساسات رو تو فصل زمستون شما میدین داخل، باعث میشه که موتور تو زمستون خیلی بهتر روشن شه، ولی تو تابستون نیاز نیست، خودش راحت روشن میشه چون هوا گرمه. تا ویدیو دیگر، خدا یار و نگهدارتان.